جهانی که خدا خلق کرده پر از شگفتی ها و زیبایی هاست. زمینی که برای ما انسان ها خلق کرده، آسمان و سیاراتش و نظم و هماهنگی که بینشون وجود داره، همگی از شگفتی های آفرینش خداست. عالم حیوانات هم پر از شگفتی ها و زیبایی هاست. آیا می دونستید که 3 حیوان توی دنیا هست که زمان مرگ خودشون رو می دونن؟ یکیشون شامپانزه هست. شامپانزه چند روز قبل از مرگ توی گوشه‌ای میشینه و منتظر مرگ خودش میمونه و بقیه شامپانزه ها براش غذا میارن و اونو نوازش میکنن. غو که یکی از زیباترین موجوداته و میدونید که در طول زندگی خودش هیچ صدایی نداره. تنها در روزی که مرگش فرا میرسه یک صدایی شبیه ناله از اون شنیده میشه و این ناله به آواز غو معروفه. فیل‌ها هم برای فیلی که در حال مرگه یک گیاهی به عنوان هدیه میارن و از اون مراقبت میکنن.